با سلام و درود. در این ویدیو به شما چند تکنیک ساده و کاربردی رو معرفی میکنم که میتونید برای کاهش استرس تو عرض 5 دقیقه استفاده کنید. این روش ها به راحتی قابل اجرا هستن و به شما کمک میکنن تا ذهن و بدنتون رو آروم کنید. تکنیک اول، تنفس عمیق. بشینید یا دراز بکشید. چشماتون رو ببندید و تمرکز کنید. به آرومی از طریق بینی نفس بکشید و شکم خودتون رو با هوا پر کنید. سپس به آرومی هوا رو از دهان خارج کنید. تنفس عمیق میتونه سیستم عصبی پاراسمپاتیک رو فعال کنه و باعث آرامش بشه. تکنیک دوم، تمرین مدیتیشن کوتاه. در یه جای آرومی بشینید. چشماتون رو ببندید. به تنفس خودتون توجه کنید. به هر نفسی که وارد و خارج میشه دقت کنید. اگه افکاری به ذهنتون اومد، اونو به آرومی رها کنید و تمرکز خودتون رو به تنفس برگردونید. مدیتیشن میتونه استرس و اضطراب رو کاهش بده و احساس آرامش رو زیاد کنه. تکنیک سوم، استفاده از تجسم هدایت شده. در این روش چشماتون رو ببندید و تصور کنید در یک مکان آروم و خوشایندی هستید. این مکان میتونه یه ساحل زیبا، یه جنگل آروم و یا هر جایی باشه که به شما احساس آرامشی میده. سعی کنید جزئیات رو با تمام حواس خودتون تصور کنید. تکنیک چهارم، کشش عضلات. به آرومی قسمت‌های مختلف بدنتون رو بکشید. از سر و گردن شروع کنید و به تدریج به پایین بدن برید. هر کشش رو برای چند ثانیه نگه دارید. سپس رها کنید. تکنیک پنجم، گوش دادن به موسیقی آرامبخش. موسیقی آرامبخش رو مورد علاقه خودتون رو پخش کنید و به اون گوش بدید. به آرومی چشماتون رو ببندید و تمرکز کنید. این کار میتونه تأثیر مثبت بر روی سیستم عصبی رو داشته باشه و به کاهش استرس کمک کنه. تکنیک هایی که تو این ویدیو بهش اشاره شد میتونه به شما کمک کنه تا استرس خودتون رو در عرض چند دقیقه کاهش بدید. شما میتونین هر یک از این روش ها رو امتحان کنید و ببینید کدوم یک برای شما بهترین کارایی رو داره. اگه این ویدیو رو دوست داشتی از ما حمایت کن و بفرست برای دوستات. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.